بسم الله، الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه دفاع از سنت. همونطور که مستحضر هستید، ما در برنامه گذشته در مورد تدوین سنت در عصر صحابه صحبت می‌کردیم و در اون برنامه ما در این مورد صحبت کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داده بودند که احادیث نوشته بشه. صحابه کرام در این مورد فرمایشات زیادی داشتن که دستور داده بودن بنویسید، به فرزندانشون تعلیم میدادن، به شاگرداشون میگفتن که باید قرآن رو و علوم دیگر رو هم بنویسید و همچنین خودشون کتاب‌های زیادی نوشته بودند و در این مورد هم صحبت کردیم که بعضی از صحابه کتاب‌هایی داشتن که همراه خودشون همیشه حمل می‌کردن و در سفرها و در همه جا همراهشون بوده. یکی از اون کتاب‌ها مثلا عبدالله ابن عمرو بود که نوشته بود، صحیفه عبدالله ابن عمرو ابن العاص بود رضی الله عنهم، و همچنین صحیفه‌ای که سیدنا علی داشتن و در برنامه گذاشته بهتون قول دادیم که در برنامه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد و امروز هم روز موعود هست. جناب دکتر موعود همین صحیفه. بله. در خدمت شما هستیم، عرض سلام و ادب داریم خدمتتون و بفرمایید شما با بینندگان عزیز سلامی داشته باشید و بریم سر اصل مطلب. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم با ادامه مطالب گذشته. درسته. جناب دکتر، ما به بینندگان عزیز عرض کردم که در مورد تدوین حدیث صحبت می‌کردیم و مباحث هفته گذشته رو ادامه میدیم، ولی هفته گذشته و حتی هفته قبل از اون هم در مورد صحیفه‌ای که سیدنا علی نوشته بودن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یادداشت کرده بودن، نوشته بودن و همراه خودشون می‌بردن، همه جا داشتن، داخل غلاف شمشیرشون بود. درست. چیز جالبی است، خیلی از بینندگان شاید این رو نشنیدن و شاید هم خیلی از بینندگان فکر کنن که یه چیز عجیب غریبی داخل این صحیفه بوده، مطالب سری داخلش بوده، چیزهایی بوده که نباید مردم میدونستند. برای همین سیدنا علی داخل غلاف شمشیرش دیگه حمل میکرده. اگه بتونن از شمشیرش رو بگیرن، غلاف اون صحیفه رو همش میگیرن و اون سری که مثلا سری که اونجاست فاش میشه. میخواستیم بدونیم قضیه این چی هست. بسیار زیبا. حقیقتا جای خود دارد که ما در مورد این صحیفه صحبت کنیم، چون بسیاری حالا مثلا به تایبتی رافضیان وقتی که چنین حدیثی را میشنوند دیگه بسیار بسیار خوشحال میشوند و که بالاخره این دیگه چیزی دیگه بال میزنه، چون هیچی ندارن، روی باطل دارن، باطل خودشون رو بالاخره ترویج میدهند و این چیزا هیچی ندارن. حالا بگی اینجا هم یه چیزی که باشه، حالا باید چیکار کنن دیگه بلاش. و همین خاطر این حدیث اولا این چیزی که در داخل این صحیفه وجود دارد چیزی است که تنها امام علی روایت نکرده، ابو هریره روایت کرده، ابو سعید خدری روایت کرده، انس بن مالک روایت کرده، عاصم احول روایت کرده، بسیاری از صحابه مطالب را روایت کردند. اما دیگه امام علی مطلب این است، یعنی درسی که ما از این صحیفه میتونیم برداشت کنیم این است که در عصر صحابه بسیاری از صحابه و از جمله امام علی مطالبی را نوشته داشته، داخل با خودش حمل کرده. یعنی بحث ما روی این است، تدوین حدیث در عصر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و در عصر صحابه. یعنی ما در واقع داریم در مورد میخواهیم قرن اول که خود شامل عصر رسول خدا می شود صلی الله علیه و سلم و شامل عصر صحابه و تابعین هم می شود، در این عصر بیان کنیم چه چیزهایی انجام گرفته. بعدا بیایم به قرن دوم و به قرن سوم تا تدوین کتب حدیث. این نکات که تا ما می خواهیم روشن کنیم، همچنان که قرآن نوشته شده و تدوین شده، سنت هم نوشته شده و می خواهیم پاسخ کاملا دقیقی داشته باشیم برای اون خاورشناسانی و اون مستشرقینی که بسیاری از مسلمانان به حرفای اونا متأثر شدند و خودشون از تاریخ خود خبر ندارند.
به حرف اونا چی میشون بگه خیلی خوب احادیث تدوین حدیث خیلی بعدها انجام گرفته. نه بابا، تدوین حدیث در اصل رسول خدا انجام گرفته، در اصل صحابه و در اصل تابعین. نه اینکه بگوییم کامل، ولی دیگه اصول احادیث و اون چیزهایی که بقیه احادیث از آن متشعب شده تدوین شده. درسته. ما میتونیم این را بگوییم کلیات تدوین شده، حالا جزئیات و تفاصیل نزد بعض دیگری مونده، بالاخره جمع‌آوری شده و بالاخره هیچی از دست نرفته. چون دین خدا باید حفظ شود. حفظ دین خدا با حفظ کتاب خدا می شود و با حفظ سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. چون سنت رسول الله هم وحی است و از جانب خدا نازل شده و از جانب خدا و رسول الله وحی شده صلی الله علیه وسلم. اگر چیزی نمیدونسته جواب نمیداده، چیزی میدونسته جواب میداده. از وحی برای او می اومد، یا وحی نوع قرآنش بود یا نوع سنتش بوده، تمام شد و رفت. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. نجوما في سماء العز صاروا، لهم نور تلألأ كاللآلي، كرام والسخاء لهم رداء، وفيهم جمع الطيب الخصال، خصال جملتهم طيبات،
كغرس جاده قطر الطلال، فما احتاج الفقير لهم سؤالا، عطاياهم تنال بلا سؤال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه نادر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله. ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. على الأعداء دائرة رحاهم، بضرب البيض أوطان العوالي. هم الفرسان في سوح المنايا، هم الرهبان في جوف الليالي. تقاة أعلنوا الإسلام دينا، وداسوا فوق أهواء الضلال. ولم يرضوا بغير الله ربا، فنالوا العز من رب الجلال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال. رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه نادر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله. سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از محضرتون پوزش می‌طلبیم به خاطر مشکلی که پیش اومد و امیدواریم که دوباره این مشکل پیش نیاد. ظاهراً هر هفته ما مشکلی داریم و مشکلات هر هفته مختلف است، یعنی چیز جدایی از مشکلات هفته قبلی است. در هر صورت جناب دکتر، ما در مورد همون حدیث سیدنا علی صحبت می‌کردیم. ازش سوال می‌کنم، ظاهراً آیا پیامبر اکرم برای شما وصیتی کرده، چیزی برای شما داره؟ سیدنا علی هم جوابشون نمیده. میخوایم ببینیم چی داخل این صحیفه بوده. بسیار عالی. این صحیفه به هر صورت مطلبی بسیار ضروری و بسیار مهم. حالا که بحث شده و بحث ما بحث دفاع از سنت است و تبیین فهم حدیث است و اینا همش در این قضیه وجود دارد. داشتم اینو میگفتم که در قرن اول تدوین حدیث شروع شده و در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم و در عصر صحابه و بعد از اون در عصر تابعین و اتباع تابعین تا بالاخره کتب حدیث کاملا تدوین شده. از جمله یعنی این حدیثی که این حدیث امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد این حدیث را روایت میکنن از طریق امام علی و نه تنها امام علی بلکه حتی ابو داود و دیگر کتب حدیث این حدیث را روایت کردند، دیگر اهل سنن. این حدیث یعنی محتوای این حدیث همچنان که از علی بن ابی طالب روایت شده، انس بن مالک، ابو سعید خدری، ابو هریره و عاصم احول و بسیاری از صحابه آنها روایت نمودند. یعنی این نیست که چیز ویژه‌ای در این غلاف وجود داشته باشد. حالا ببینیم خودش چه جواب میده. قیس بن عباد حدیث را روایت میکند که یکی از تابعین است. میفرماید اینمی که از سپاه امام علی است، از افراد امام علی. میگه منو اشتر نخعی، مالک اشتر، با قول در ایران معروف از مالک اشتر، همون اشتر نخعی. میگه منو مالک اشتر به سوی علی بن ابی طالب رفتیم رضای خدا بر او باد، گفتیم آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم به تو وصیتی کرده؟ یعنی وصیت ویژه‌ای
برای تو دارد رسول خدا صلی الله علیه و سلم که دیگران از آن بیخبر باشند و به دیگران نگفته باشد، که به صورت عمومی برای مردم این چیزو نگفته باشد. و در لفظ دیگر میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم به صورت ویژه و خصوصی به شما چه چیزی گفته؟ همینو که گفت فغضب علی و حتی احمر وجهه، امام علی عصبانی شد به گونه ای که چهرهش کاملا قرمز شد. این است که انسان وقتی که عصبانی می شود قرمز می شود. به گونه ای که چهره امام علی کاملا قرمز شد از این سوال و خوشش نیامد و قال لا والذی فلق الحبة وبرأ النسمة ما كان يسر إلي شيئا دون الناس. فرمود به خداوند متعال سوگند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی به خداوندی که دانه را شکافته و از دانه این همه نعمت را آفریده و به قسم به کسی که نفس را آفریده، انسان را آفریده، جن را آفریده، هیچ چیز سری به من نگفته که دیگران از آن بیخبر باشند، یعنی مورد ویژه‌ای برای من نگفته. درست. مردم اینو روشن باشد ای دوستانی که دنبال حق هستید و حق را میخواهید و واقعا خواهان حق هستید، امام علی به خداوند آسمان سوگند میخورد، به قسم میخورد به کسی که دانه را شکافته و انسان و جن را آفریده، رسول خدا هیچ چیز ویژه‌ای به او نگفته، هیچ چیز سری به او نگفته که هیچ چیز سری به او نگفته که دیگران از آن بیخبر باشند و مخصوص و ویژه علی باشد. در لفظ دیگر میفرماید ما خصنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بشیء لم یعم به الناس کافة. میگه هیچ چیز ویژه‌ای به ما نگفته که برای عامه مسلمانان نگفته باشد. درست. نکته خیلی مهم است و خیلی در واقع کمر شکن و دندان شکن است، یعنی تمام اون چیزی که اون ندارن همه را یعنی تمام بله قصر آنها را فرو میریزد کاملا. و در لفظ دیگر میفرماید لا، یعنی ویلکن نیست. با الفاظ مختلف امام علی میفرماید لا والله ما عندنا الا ما عند الناس. سبحان الله. به خدا سوگند هیچی ما نزد ما چیز خاصی وجود ندارد جز اون چیزی که نزد مردم وجود دارد. الا ان يرزق الله رجلا فهما في القرآن، مگر این که پروردگار فهم ویژه‌ای پروردگار به یک انسانی داده باشد از قرآن، این دیگه فهم خودشه. یعنی مثلا یک درک و ذکاوت بیشتری خدا به کسی داده باشد، این دیگه خدا داده، کاری ربطی به کسی دیگری ندارد. او ما فی هذه الصحیفه، یا این که چیزی که ما در این صحیفه دارم، اینم را بهتون میگم، اینم الان من گفتم که مخصوص امام علی نیست و ما حتی اینو در حدیث فتح مکه بیان کردیم، قسمتی از این مطالبی که در اینجا بیان می شود. اون حدیث طولانی که در یکی از اونها بود که حدیث ابو شاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد به برای ابو شاه هم بنویسن، یعنی همون حدیث که ابو شاه گفت برای منم بنویسید، امام علی هم همینو برای خودش نوشته. درست. و مقداری کمی چیزای در آن هست، چیزایی در اونجا بود در اینجا نیست، چیزایی هم در اینجا هست در اونجا نبود مثلا. ولی این بقیه الفاظش در نزد دیگران باز وجود دارد. در نتیجه این یک چیزه، هیچ چیز ویژه‌ای میگه ندارم. خیلی خوب، میگه این چیزی که شما دارید چی هست؟ بیرون میارد و برایشون میخوند و کامل دیگه هیچی نموندن مخفی و پنهان بماند. ما عندنا شیء، هیچی نزد ما نیست جز کتاب خدا و آن چیزی که در این صحیفه ما نوشته ایم. درست. بعدا صحیفه را که بیرون میآورد و بالاخره برای مسلمانان میخواند و بار دیگر میفرماید، میگه هیچی برای ما نگفته جز این چیزی که الان که به مردم نگفته باشد، الا مگر این چیزی که الان در غلاف شمشیر من وجود دارد و اینا دیگه چیز دیگری ندارد. تا اینکه میگه مرتب از او خواستن خیلی خوب، حالا بگو این چیزی که تو داخل این صحیفه وجود دارد چی هست؟ تا اینکه امام علی
حتى أخرج صحيفة را بیرون آورد فإذا فيها الديات، در داخل آن در مورد دیه سخن میگوید، بحث قصاص و دیه و قصاص. یعنی چون احکام قصاص و دیات احکام مشکلی است و مسائل خیلی آسونی نیست و به جان و مال مردم هم بحث جان و مال و اینا است ماشاءالله، و بحث حقوق هم است، قسمتی مربوط به آن است. فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفكاك الأسير وأسنان الإبل. یعنی دقیقا همین چیزی بود که امام ابوبکر نوشته بود و این برای عمال خود نوشته بود، امام عثمان، امام علی و امام ابوبکر اینم نوشته بود. یعنی اون چیزایی که مربوط به آزاد کردن برده باشد، مطالب محکم مربوط به آن، و اسنان الابلی و سن شتر، مثلا سن شتر برای زکات، سن شتر برای دیه، یعنی برای مثلا دیه انسان 100 شتر باید این شتر از سن سالشون چجوری باشد. تمام این چیزها امام علی فرمود این داخل اون نوشته این چیزها وجود داشت که چیزهای مشکلی هستند. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. و اینم بود که داخلش اونم در اون حدیث فتح مکه وجود داشت که در آن وجود داشت که رسول الله فرمود صلی الله علیه وسلم مدینه هم حرام است از کوه عیر تا کوه ثور. بعضی از اهل علم گفتن بابا کوه ثور دیگه کجاست؟ کوه ثور که تو مکه هست، ما ثور نداریم تو مدینه. بعداً علماء اهل تحقیق، حتی بسیاری از علمای بزرگ میگن نه غیر اشتباه از این حدیث، چون ما ثور نداریم تو مدینه. ولی بعداً اهل تحقیق میگه بابا چجوری نداریم؟ کنار کوه احد، بغل کوه احد یه تپه کوچکی هست به اسم ثور و تمام اهل مدینه میدونن که این اسمش ثور است. در نتیجه بعداً یعنی این یکی از دلایلی است که بسیار یعنی پیش میآید که علمای بزرگ خیلی مسائل برایشون پنهان باشد. و امام نووی میشنه دلیلش چی بوده که اینا اینجوری فهمیدن؟ یا دلیلش این بوده فرصت نداشتن که خیلی تحقیق کنند و دقت کنند روی این اسم. همین که گفتن غار ثور در مکه بوده، اون تو ذهنشون بوده که کوه ثور در مکه هست، ولی به هر صورت در مدینه یک نام هست. بعداً در اینجا میفرماید لا یختل خلاها ولا ينفر صيدها. اینا را که قبلا بیان کرده بودیم که در مدینه نباید گیاه مدینه کنده شود، برگ درختانش و شکارش نباید، یعنی کسی آن را اونجا حیوانی را شکار کند و اگر چیزی را پیدا کردی حق نداری آن را بلند کنی، نه کسی بخواهد آن را اعلام کند تا صاحبش پیدا می شود و صاحبش آن را بردارد. بعدا میفرماید ولا يصلح لرجل ان يحمل فيه السلاح للقتال. جایز نیست کسی در مدینه سلاح را بردارد برای جنگ. پس حمل آن اشکال ندارد به صورت مطلق. به صورت در مدینه سلاح همراهشون بوده و امام علی سلاح دستش بوده دیگه. بعدا میفرماید مگه برای جنگ کسی حق ندارد سلاح را بردارد در مدینه منوره. بعدا فرمود ولا يصلح ان يقطع منها شجرة. این که قبلا گفتیم حق ندارد که درختی از آن بریده شود در داخل حرم مکه، حرم مدینه، الا ان يعلف رجل بعیره، مگر کسی بیاید شترش را بچراند، این دیگه اشکال ندارد. بعدا چیز دیگری که در اینجا وجود دارد که در اون یکی نبود من احدث حدثا فعلى نفسه ومن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. در این موجود دارد. میگه هر کسی در مدینه گناهی کند، معصیتی کند، کار نادرستی انجام دهد، بدعتی درست کند، ایجاد کند، ضررش برای خودش است. فعلى نفسه. هم در اینجا حدث هم به معنی گناه هم به معنی بدعت. بله به صورت عام میتونیم معنی بگیریم به معنی گناه یا بدعت، چون دو تاش معنی شده. درست. و من احدث، مگر کسی میگه مگر گناه در غیر مدینه اشکال نداره، یعنی اشکال نداره انسان گناه کنه، فقط در مدینه مشکل است، نه در اونجا گناهش بیشتر است. درست. یعنی گناهی که در اونجا مطرح است، وگرنه بدعت گذاری در همه هر کجای دنیا باشه، در اسرائیل هم درست نیست. درست. در اسرائیل هم درست نیست بدعت گذاری کنی، چه برسه به اینکه البته اسرائیل در یک نقطه بسیار مبارک قرار گرفته، در زمین فلسطین و در قدس
ولی به هر صورت منظورم این است هر کجای دنیا باشه، در امریکا هم باشه، در واشنگتن هم درست نیست بدعت گذاری. در پکن پایتخت کمونیستی کمونیسم باشه درست نیست بدعت گذاری و گناه کردن درست نیست در هیچ جا. بعدا فرمود هر کسی در آن حدثی انجام دهد یا گناهی انجام دهد او آوا محدثا یا محدثی را جا دهد، یعنی اینجا دو معنی برایش کردن. محدثی را جا دهد یعنی کسی که گناهی برگردن دارد، مثلا قتلی کرده، گناهی کرده، کسی بیاید او را ازش محافظت کند و ازش دفاع کند و او را جا بدهد. یا کسی بدعتی محدثی را، محدثا یا محدثا. محدث اگر بخونیم یعنی اگر کسی بدعتی که در آن ایجاد شده اون بدعت را قبول کند، انگار بدعت گذار را جا داده و او از او پشتیبانی کرده و از او حمایت کرده. بالاخره به هر صورتی انسان همکاری کند با مجرمی، با یک گناهکاری، با یک اهل معصیتی، با یک اهل بدعتی، اونم شریک است در آن، حتی قلبا هر چی باشد. پروردگار فرموده و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نباید انسان کمک کسی کند به گناه و معصیت. مثلا کسانی از ما سوال میکنن آیا جایز از ما بگیم در بانک کار کنیم؟ میگیم نه، این کمک است بر معصیت. بله. مثل این حدیث و مثل این آیه قرآن ولا تعاونوا علی البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. بر گناه و تجاوز و تعدی حق ندارد کسی را یاری دهد و کمک کند. بر عمل صالح، بر کردار نیک، بر کاری پسندیده دیگران را کمک کن، هیچ اشکالی ندارد. پس فرمود هر کسی جای مبتدعی را جا کند و مبتدعی را جا دهد در مدینه، ایدی گناهش بسیار بیشتر از این که در پکن این کارو انجام بدهد یا در جای دیگر این کارو انجام بدهد. این دیگه در چنین کسی لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر او هست. بعدا میفرماید لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. پروردگار در روز قیامت هیچ اهل علم در مورد صرف و عدل اختلاف داریم که آیا صرف به معنی سنت است و عدل به معنی صرف به معنی واجب است و عدل به معنی سنت، یا صرف به معنی سنت است و عدل به معنی واجب است. بسیاری از اهل میگه عدل واجب است، فرائض است، صرف اضافه است، اضافه بر فرض است. ولی در اینجا که مثلا اول صرف گفته، از اینجا بسیاری از علما گفتن واجب و فرض. حالا ما دیگه به صورت عموم اختلاف روی این دو مورد است. یا مثلا سنت و فدیه و نافله و اینا پروردگار یعنی نه فرضی از اون میپذیرد نه سنتی را از اون میپذیرد نه مستحبی را از اون میپذیرد. کسی که اهل بدعت باشد و اهل گناه و معصیت باشد در مدینه او را جا دهد و او را از او حمایت کند. نگاه کن، یعنی این یک تهدید بزرگی است برای حکام هم که باید هوشیار باشند. از چه کسی میخوای حمایت کنی؟ نه حاکم و محکوم که فرقی نداره، هیچ فرقی نمیکنه. رعیت و حاکم و محکوم خدا همه مثل هم هستند. در اینجا حدیث میفرماید المؤمنون تکافأ دماؤهم یا تتکافأ دماؤهم. دوتایش وارده به دوتا لفظش و هر دوتایش هم صحیح است. طبق لغت عربی هیچ مشکلی نداره، میتونی یکی از تاها حذف کنی، میتونی اونم باشه، هیچ مانعی نیست. پس میگه اهل ایمان خونشون یکسان است. اینم یک رد قوی در این حدیث امام علی چیزی در آن وجود دارد که در نظام ایران، نظام فاسد ایران خلاف این عمل میکنند. میگن زن و مرد در قصاص مثل هم نیستند. یعنی اگر مردی زنی را کشت، اون مرد کشته نمی شود مگر اینکه صاحب مقتول نصف دیه را به اونا بدهد. نگاه کن رسول الله میفرماید چی و امام علی نوشته این هم. اینا ادعا میکنن پیرو امام علی هستم. خیلی خوب، در حدیثی که امام علی از رسول الله روایت میکند صلی الله علیه و سلم و نه تنها امام علی، این حدیث گفتم بسیاری از صحابه روایت کردند و امام علی هم در آن وجود دارد روایت کرده. المؤمنون، من آورده بودم حتی در صحیح بخاری دیگران که آورده بودن این حدیث را آوردم ولی میدونم که نمیرسیم همه را بیاریم. المؤمنون نصف برنامه رسیدیم، یعنی این قضیه رو اگر بشه مختصر بگیم یا ادامه رو در بعد از میان برنامه بگیم. یعنی هنوز فصل نداریم ادامه بدیم؟
اگر بتونید کوتاه بفرمایید یا اگر دوست داشته باشید در نه مطالب دیگری بازم داره باید روشن بشه. پس در اینجا میگه مؤمنون خونشون مثل هم یکسان است. یعنی در اینجا بگویید آقا زن و مرد و بچه و عبد و آزاده و هیچ فرقی با هم ندارند. درست. مسلمانان خونشون مثل هم یکسان است. تتکافأ دماؤهم، هم کفء هم هستن خونشون. این نیست بگویید مثلا اون یکی خونش رنگین تر از خون دیگران، نه، خونشون مثل هم است. و هم ید علی من سواهم، و آنان باید یک دست باشند علیه دشمنان دین خدا، دشمنان اسلام. و ذمة المسلمین واحدة یسعى بها ادناهم، و تمام عهد و پیمان مسلمانان همش یکیه. یعنی اگر یک زنی کافری را پناه داد، امان به کافری بدهد، امانش محفوظ. خلیفه مسلمانان نمیتونه، نه، خلیفه مسلمانان و حاکم مسلمان نمیتواند اون را رد کند. اگر برده ای از مسلمانان کسی را پناه داد، حاکم مسلمانان نمیتواند اون را به او تعدی کند و تجاوز کند. درست. نگاه کن، این اسلام است. الله اکبر. و در اینجا هم هست که در اینجا یکی بسیاری از اون ضایع کردن حقوق زنان که در ایران مطرح است و امروز زنان به صورت کلی علیه این همه ظلم بلند شده اند، یکی از این است، مسئله قصاص است. در مسئله فرزند است. فرزند به زن نمیدهند، در حالی که فرزند مال زن است، نه مال مرد. و فرزندی که مثلا دو تا زن اومد از هم جدا میشوند، اگر اون فرزند کوچک باشد باید پیش مرد باشد، پیش زن باشد، مادر باشد. و اگر بعد از این که مادر، یعنی پیش مادر بزرگ شد و بعد خودش تصمیم گرفت پیش کدوم بشیند، این دیگه چیز دیگری است. در ابتدا باید پیش مادر باشد، مگر این که مادر ازدواج کند. اگر ازدواج کرد، به صورت ازدواج پدر میتواند بگوید من میخواهم خودم ازش نگهداری کنم، نیازی نیست که تو با خودت اولا ببری پیش خانه شوهر. درست. اما حضانت دو فرزند پیش مادر است. در اینجا در نظام فاسد ایران اینا اینجوری بیان کردن که حق را از زن سلب کردند. درست. این خواستم بیان کنم. و ذمة المسلمین واحده. فساد نداریم. الان میان برنامه ببینیم و بعدا برمیگردیم. این حدیث واقعا پر خیر و برکت رو ادامه میدیم ان شاء الله. بینندگان عزیز و گرامی، با ما باشید پس از دیدن یک میان برنامه. دوستان در کنترل اگر لطف کنید یک میان برنامه پخش کنید که ما پس از میان برنامه خدمت بینندگان عزیز برخواهیم گشت. اگر نیستن ادامه میدیم. و ذمة المسلمین واحدة. ادامه میدیم، بفرمایید. بله. و ذمة المسلمین واحدة یسعى بها ادناهم. عهد و پیمان مسلمانان هیچ تفاوتی با هم ندارد. این زن است و اون مرد است و اون عبد هست و اون آزاد هست و این چی هست؟ نه، همه مسلمانان عهد و پیمانشان مثل هم است. یجیر علیهم، این در این حدیث قشنگ و زیبایی که امام علی نوشته، اینا همه نوشته شده است. و یجیر علیهم اقصاهم، یعنی در اینجا گفت پیمانشون مثل هم است، در اینجا هم به صورت صریح و روشن فرموده اون مسلمانی که از هر مسلمان دیگری از نظر مثلا میگوین درجه پایین تری دارد، اونم میتواند کسی را پناه بدهد. و یرد مشدهم علی مضعفهم. الان حالا میگیم افرادی هستند که در جنگ خیلی قوی هستند، وسیله مثلا اسبهای قوی و قوی دارند و سریع و اینا، و افرادی هم هستند که وسیله مثلا وسیله سواری ضعیفی دارند. آیا در اونجا مسئله غنیمت با هم تفاوت دارند؟ خیر. درست. یرد مشدهم علی مضعفهم و متسریهم علی قاعدهم. یعنی اونایی هستند که افرادی میروند به سریه اونایی اون غزوه هایی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودش در آن شرکت نمی کند، افرادی را میفرستد برای جهتی
و تعدادی هم میمونن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم. الان رسول خدا صلی الله علیه و سلم اگر بخواد چیزی به اونا هم بدهد، دیگه هیچ کسی حق مال اوناست و کسی حق دیگری، یعنی حق ندارد از اونا بگیرد. یعنی چون گاهی پیش می آید رسول خدا نفل میدهد. نفل یعنی اونا هم که شرکت نکرده اند حقی هم به اونا هم میدهد. پس در اینجا این حق، یعنی حق اونا هم نباید ضایع شود. حق اون کسانی هم که شرکت نکردن اگر رسول خدا برایشون حقی تعیین کرد. فمن اخفر مسلما، پس بعدا میفرماید هر کسی عهد و پیمان مسلمانی را بشکند، یعنی مسلمانی یک کافری را پناه داده، درست، کسی بیاید اون عهد و پیمان او را بشکند و اون با اون کافر رفتار بدرفتاری کند یا به او تعدی و تجاوز کند، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، برای اون شخصا نفرین خدا و تمام فرشتگان و تمام مردم بر او باد. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. و اون فرد در روز قیامت نه فرضی از او پذیرفته می شود نه سنتی، یعنی مستحب و فرضش نزد پروردگار پذیرفته نمی شود. کسی که نگاه کن این چجوری حتی حق کافر باید رعایت شود در اسلام. یعنی کسی که این حدیث را بشنود و نگاه کند متوجه می شود که چه خیر و برکتی به این حدیث نهفته است. پس حدیثی که امام علی نزد امام علی بود همین حدیث بود و این حدیث هم چیزی اضافه‌ای در آن وجود نداشت که دیگران از آن، یعنی دیگران نگفته باشند و بیخبر باشند از آن. در نتیجه هیچ اصلا چیزی در مورد امام علی، در مورد ولایت، در مورد خلافت، در مورد وصایت هیچی در آن وجود نداشت. یعنی امام علی چیزش را بیرون آورد، اینو برای مردم خوند، گفت این چیزی در آن بوده. حالا تنها چیزی که در اینجا توضیح داد برایمون در مورد قصاص بود و در مورد سن شتران. سن شتر مثلا چجوری باشه اونم داخلش بوده، بقیه‌اش هم دیگه گفته. دیگه سن شتر اینا کمی خیلی طولانی، یعنی حدیث خیلی طولانی که امام بخاری از امام ابوبکر صدیق اون حدیث روایت کرده، در 10 باب امام بخاری اون را آورده، 10 بار اون حدیث را تکرار کرده، هر قسمتی برای قسمتی مربوط به آن بیان نموده است این حدیث را. پس این هست حدیثی که امام علی ابن ابی طالب در داخل غلاف شمشیرش نگه داشته بود و حفظ کرده بود. هیچی در مورد اینا نداشت، یعنی برای رافضی هیچی در آن نداشت، بلکه علیه اونا چیز دارد. درسته. بارک الله فیکم جناب شیخ. واقعا این حدیث خیلی مهم بود، دوست داشتیم بینندگان این حدیث رو بدونن و الحمدلله که حدیث رو جناب دکتر خدمت بینندگان عزیز و گرامی خوندن. در اینجا دو قضیه خیلی مهم توش بود. یکی رد بود بر افرادی که ادعا میکنن سنت نوشته نشده، بلکه میبینیم در این حدیث سیدنا علی یکی از خلفای راشدین سنت رو نوشته و ردی است بر روافض که ادعا میکنن پیامبر بهشون به سیدنا علی وصیت کرده و شما پس از من وصی هستید و مثل سیدنا موسی که وصی داشته اینم وصی داره و این حرفایی که عبدالله بن سبع در زمان سیدنا علی داشت در میان مردم منتشر میکرد. برای همین هم بود که سیدنا علی اینقدر عصبانی شد وقتی که مالک اشتر این سوال رو پرسید. سیدنا علی خیلی عصبانی شد. بینندگان از یک میان برنامه میبینیم و خدمتتون برمیگردیم. با ما باشید پس از دیدن این میان برنامه.